میگو شما رو بخواستم که خب تصمیما خب بگیریم. پیار همی دختر یعنی زن برای شما خوب خداوند بیامرزه برای شما که کشتش خدا بیامرزه. خدا بیامرزه. پولا مرا نداد. پیار گفته تصمیما خور بگیریم. سرنوشت دختر به معلوم کنیم. الان اگه بیامدم که سرنوشت شما دوتا معلوم کنیم، از شما دوتا کدوم اکبر میستونیم که اگر بخیر بستونیم به گنج میفتیم، نباید این گنج ما دست بدیم. گپا میزنه پیرمرد. او بجان بیبی منه. خاک بسر راست میگم. بیبی منه خاک بم رنگ توشه. تو کلیاقتی تو آدمت نداری. آخه تو نگاه کوکان گنج طلایه. پیانو که فقط هم فکر پوله. چپ خاک بم سر تو. میگم ای که پیار ای که نمیفهمه، یعنی بچه تو که نام خدا عمری از تو تیر شده، تو تجربه داری. الان تو تصمیم خور بگیر که همین گنج از خونی ما بیرون نشه. خب بابا جان من پیار خود بگردم تخمرغا چشم تو تا دلمه. آخه زن برار منه. آخه بریمه. آخه برا شما خدا بیامرزه بو مردن. او هم خوشحال میشه که از این خونه زنی و نره. آخه من مایم تصمیم بگیرم که شما یک کدوم خودی و ازدواج کنیم، کسی خونه گک نره. برو لالا راست میگه. چوب کتر با خدا. تو اگه خیلی گپ میدونی خود تو بستو. بگم لالا حال وقت زن گرفتن منیه از تو برو کلون منی. میگم بریمه ای که بیعقل نمیفهمه، ای که به گنج نمیفهمه. آخه نمایم کمی بیوی ما از این خونه بره. آخه بیوی پر میوه. آخه تو بریمه ای که نمیفهمه. بابا تو خمد آقا قم پول داری. قم خدا نی به آینده اولاد خو سعی میکنی هم به خوشبختی اولاد خو. آخه بی پدر تو طالب به عمر خو 50 تا دیکون شما رو بکردی. آخه 50 تا دیکون به مارکت میراث هزینه. آخه تو نگاه کو که زمینا شریکری 1001 رقم خونه و جا و ملک و زمین داره، اینا همه به تو میمونه. آخه خاک به سر توشه. آخه به من میمونه. آخه ما که زنیم هم سند سال خود خوبستونم بابا. آخه به سند سال خود خوبستونم. تو سب میگم امیر بخیر خودی ازدواج کن، بعد از من میتونی قرار کده 3-4 سال بعد زندگی هم بکنی. مقصد همی سرمایه هم نگذاریم دست شما بره. آخه بی پدر آخه تو نمیفهمی چیزی که من برو خشت خون میفهمم تو به تا آینم نمیفهمم. به تا آینم من نمیفهمم. اصلا من خری من نمیفهمم. من میفهمم که پیار به جلو چشمای رو مارکت برده. همین میفهمم. زمینا شریکری برای اینجا ستری میای ستری میمونیم از گوش نگیری از خونه برم ما میمونیم. ما دیگه اصلا روزی خب لالا راست میگه. چوب کن. چوب کن. یک دکونه خود به من بده. یک دکونه. میگو چوب کن. یک دکونه به من بده. آخه برگه که من خوب سرمایه‌دار که صاحب شدی خود تو بشین به سایه پول خور بنداز بابته دیگه قرار بقلتک عمر خور عشق و سرتیری کو زندگی کو آخر نکو که با خدا میزنم به تقصیر. نه میگیره دل جان میگیری یعنی میگیره بابا تصمیم خور بگیری. تو آخه تو چوب کن تو چوب کن. اگه سندی و بالاتر از تو خیره به قصه سندی هم نشو. مقصد قبوله؟ قبول میکنی یا نه؟ کندگه قبول میکنی میستونی یا نه؟ آخه میستونه بابا میستونه بابا میستونه بابا ما خود به این راه بیخی جان فدا میکنم یعنی الله چی گه حلال لالا پولدار شد لالا بشی دیگه خاک بم رنگ توشه. پشو بعد باشه طرفداری تو بکنم. میگم بعد طرفداری تو کنم. چوب من دیگه پیاری کامون گپ میزنم معاملات فیصله میکنی. مگر به بیترین اوتل عروسی تو بگیرم به بیترین تالار. خب قبوله؟ میگم آخه من خوشبختی شما، ما آینده شما مایم خوشبخشیم. شما صاحب مال و ملال شیم به بین قوما سر بالا کنیم. فقط همین موضوع که حل شد باز برنگه که میتونی خود کم دیگه تصمیما بگیری. بلالا پولدار شدی باز به من زن میگیری 1 سکیل خوش که باز به من بسن. خب دیگه قربانی پیر بچه شده هم شما خوش باشین غم منیه سیه. خب بی پدر آخه تو خود فکر خود به کار برناز. من تمام زندگی و شما چیزی پیدا میشه اما یک به کیسات رو دل کنم بلد تکنه میخوره. آخه اما یک درست
سه روز پیش 4 جوال برنج صدری درجه یک آورد که از این روغنام بیاوردن گندم آورد. آخه ما چی داریم؟ همون اگه خواسته باشم طور زن بودو همون اگه 10 لک روپیه مصرف داره که یک زنی بگیری که تو دختر خونه می آلک چه کار شده؟ صاحب همه چیز میشی، صاحب مال و ملال میشی بی پدر. آخه من خوبی شما مایم خواب بم سر شما شه. من بگفت مایم که زندگی شما خوب شه، صاحب مال و ملک و زمین بشه. این گنج را دست ندیم، این گنج را دست ندیم. خوب بابا حالا که شما تصمیم گیرید خیره خود بخی به چامین دادم هر رقم شد. آخه لالا چی چای؟ او چای گنج پول داره نه بابا. ها گنجیه گنج. میگم برینه ما مایم از کنار تو لقمه گنج نونی بخوریم. این گنج را دست ندی. آفرین برینه الان از عاقل شدی. میگه چرا کار کند عاقل که بازآید بشه. میگم بابا خواستم برو شیرینی بستو. رسی تو برو شیرینی بستو. خب همین سودایی که میگم من میرم خود زن برار تو گپ میزنم به پیاری هم زن میزنم که یک دقیقه میشه فاتی دستی بگو لالا همین رقم یک فاته دست نه یعنی من مجلس نمام من لیاقت یک مجلس ندارم. اصلا مجلس هم میگیرم به تالار میگیریم. آخه خود کم داره به هر جا او خواسته باشه بیترین تالار به خدمت ما و شما. نگو لالا سکلیات نردی بخ جلوش من خود بابا جان خیلی بینی الان ما از چردوبر تو به نوایی میرسیم. خدا سگو که پیار چی فکرها میکنه فقط نمی پولا زن برار به جلوی چشم ازت گرفته و میراسای بعد اینجا سبدی و خدا جو خدا تو میبینی. سلام. خب چیکاره؟ هیچ چی کاری؟ چی گفتم؟ کی چی گفت؟ ما این زندگی کنه که از زندگی خورزی باشه من میگیم. پیار ما خورده که گپار بزدیم خود پیار ما. چی گپا؟ چی گفته خود پیار خود چی؟ مثلا یک عمر ما این زندگی کنیم از این زندگی اگر رزی نی جبری نیه من برو بخوری پیار خود 100 دقیقه خودتون دارم. یعنی شما بزی وصلت رزی سبا نباشه که من اینجا رنج بکشم بدی با سر مزن انباغ به سر میبیاری بزی وصلت رزی. واقعیت بگم زن برار نه پیار ما با زور میگه تو همین خشیر بکن. چی بزرگ میگه؟ خواه چی بگه من رزینی ها زن میزن و پیار ببیه مر بباره باشه رزینی که نباشه گپا خود بزدیم بشی نه هیچی شما از بچه خوب بپرسید بچه شما رزینیه میه گمره نمیتونم بزرگ زندگی کنم که دلی به دقیقه جا باشه خودی به زینجگاه باشه بعد میکنه که بی پدر رزی نباشه. رزیه بابا اصلا شما میگو من نمایو با پیار تو نگفتم که تو رزی بشی تو نگفتی قبول کردی بابا من نمام همین خشیر نمام تو بابا جان فقط طولا و میراسا جلو چشم بگیر